وقتی میگوید پیش این کودک رفتم گفتم با وجود خدا باوری داری؟ وای گفت بله باوری دارم. گفت چگونه اثبات میکنه که خدا وجود دارد؟ کودک سوال دادن. عبدالله مبارک برای تعلیم رفته بودن لیکن از کودک تعلیم گرفتن. گفتن چگونه اثبات میکنی که خدا وجود دارد؟ گفت ای عبدالله مبارک همین گوسفندهایی که من چوپانی میکنم همینا احتیاج به یک نگهبان دارن، همیان احتیاج به من دارن، احتیاج به یک چوپان دارن که تا که اینها از ضرر گرگ و درنده ها نجات بیابند. من اینها را نجات داده ایستادم، اینها محتاج بر من هستند. پس این مخلوقی که در روی دنیا است چگونه نگهبان نداشته باشد؟ گفت ای کودک، گفت کیفیت خدا چگونه است؟ خدا چگونه است؟ مثلش چگونه است؟ گفت الله مثل ندارد، مانند ندارد. گفت چگونه؟ گفت آخر همین گوسفند بین و مرا ببین، گوسفند دیگر است من دیگر هستم. گفت پس چگونه خدا مثل من باشد و من مثل خدا؟ عبدالله گفتن خوش به حالا در حق من دعا که. گفتن عبدالله مبارک از کودک دعا طلب کردن. کودک وجود خدا را میداند، معلمی که 5 دیپلم دارد میداند. 5 دیپلم وجود خدا را به یک عادی ترین مسئله بیان دارد. گو مرا یک تعلیم کن. گو تعلیم من بر تو این است ای عبدالله که اگر علم برای خدا گرفته باشی در طمع را برای خودت بند کن. علم برای خدا گرفته باشی، ملا برای خدا شده باشی، مردم طله و تاراج نکن، از مردم پول نستان، امر معروف به مردم بیزنس نکن. لیکن اگر علم برای دنیا گرفته باشی امید از جنت بکن. گفتن خوش به حالت. گفتن حضرت آمین کردن و از پیش کودک دور رفتن. یک کمپیر، من در برابر این معلم دانا کودک مثال میارم، یک کمپیر میگوید یک چرخ ریسی داشت، چرخ میریست، رشته میبافت، چرخه میگویم. یک جوان آمد پرسید ای ماما، گفت وجود خدا را چگونه اثبات بکنی؟ وقتی